آقا سلام، حالتون چطوره بچه ها؟ من لیلی هم ملقب به مدکت و شما داریم ویدیو منو نگاه میکنیم. بچه ها یه بسته داریم که بچه های گل ویپ ایکس برام فرستادن، دستشون درد نکنه. خودم نمیدونم هنوز توش چیه و اینو هفته پیش فکر کنم برام فرستادن، فرصت نداشتم بازش کنم. آره این برش برنده لودد نوشته، لودد یه جویس لودد دارم. این برش هم برنده راتلسه که اونایی که ویدیو جویس همو دیدن میدونن که این کدوم برنده. بسیار بگ زیبایی داره. حالا سنگینه تقریبا، بریم ببینیم که توش چیه. بذار از روی لوددش به سمتتون باشه، زیباست. خب آیتم اوله زیبایه. از آیتم کوچیک‌تر شروع کنم یا از آیتم های بزرگ؟ خب این چیه؟ چقدر زیباست. این از مرچ های خودشونه، روش نوشته ویپیکس جا کلیدی. بچه چقدر خوش کوالیتیه. یه تا سب کن، پشتش هم نوشته ویپیکس. بعد الان چون وبکم چیزه شما یکم برعکس میبینی. آیتم کوچیک کوچیکای زیرو اول باز کنم. ای خدا این چقدر خوش رنگه، نگاش کن. نوشته ویپیکس، 2 جویس داره و یه دونه دونات. چقدر زیباست، چقدر خوشگله، چقدر دوستش دارم. برای منی که همیشه کلیدامو گم میکنم آیتم بسیار مناسب، جذاب خوبیه. دیگه چی داریم؟ اوه یه عینک داریم که رو دستش نوشته راتلس. لعنت به من، رو دستش نوشته راتلس. آخه رو من فوکوس نکن، دریده. وای خب از این به بعد اینجوری بیام استریم، این هم معلوم باشه. یو گایز، چقدر دوستش دارم، چقدر زیباست. دستیشون درد نکنه، خیلی خوشگله، خیلی دوستش دارم. بذارم چیزش خط و خش. زندگی با گربه خیلی سخته، میدونی. چی داریم دیگه؟ پاده یه بار مصرفه، بلوبریه. پاده اینشو چرا اومدم بیارم بیرون؟ پاده یه بار مصرف بلوبریه. چند پافه؟ 5500 پافه. وای درسته که من پاد نمیکشم، نیکوتین انقدر بالا بهم نمیسازه، ولی به خدا از این ویدیو هست میگه کامنت بذارین، تو کامنت ها به اون که بیشترین کامنت رو میذاره اینو جایزه میدم. زکی مال خودم. اینم الان بذار توشم ببینم. احترام به مشتری تا کجا؟ توش بند میذارن بندازی گردنت بریم بر. بلوبری انگوره، نگاه بنفش زیبای زیبنده خوشگلت جیگول. چقدر باحاله. این چیه؟ این گیمبولشه، گیشبیلشه، بینگیلشه. اینو بذار من بازش کنم براتون با هم دیگه ببینیم چه طعمیه. چقدر شکیله خدایی. ببین تو جیب جام. اوکی. بوش داره میزنه تو، مطمئن بلوبری. آره نشه بلوبری، چون با انگور میده. 3 درجه هم داره، یعنی 2 درجه داره، اینکه آفشه هیچی، یه دونه وسطه، یه دونه درجه مکسشه. بریم امتحانش کنیم. البته من
ممکنه که سرفم بگیره چون اصلا عادت به پاد ندارم و نیکوتینش برام خیلی بالاست. ترجیح میدم الان کام کوچیک میگیرم چون گلومو میزنه مطمئنم، ولی چقدر خوشمزه است، ولی برای من این خود تیزه. یعنی میگم من چون عادت ندارم به پاد کشیدن اینجوری، ولی قطعا کسی که پاد میکشه عاشقش میشه. و چه بلوبری بنفشه، دستشون درد نکنه ایشون. بریم برای آیتم بعدی ببینیم که تو این بسته هیجان انگیز چی هست. ببینم از این بزرگ بردارم. این بازش کنیم. لیوانه یعنی روش ویپ داره. بله این هم ایزن از مرچای خودشونه. آقا معمولاً برندایی که حالا مرچ خودشونو میزنن یه مقداری کوالیتی کارشون پایینه، اما اینو شما بنگرید چقدر با کدوم رفیقت این شکلیه. این زیر تگش کن، روش هیولا داره، ویپ داره. این چقدر بامزه است. این چیه؟ فوکوس کن. این چیه؟ چقدر بامزه است. تو استریما همش اینجاست. اینجا هم نه جلو، اینجا تو دکور. آره دستشون درد نکنه. آیتم بعدیمون لباس خانم ایشون. بانو زلفاش ماره. شما به این دقت کن. این هم فکر کنم بله ویپ ایکس، این هم از مرچای خودشونه. آقا دمت میگه چقدر این باحاله. بسپارش کنم طرحشو ببینم و یکم برم عقب‌تر که شما هم بهتر. کوالیتی چاپ، نمیدونم صداش میاد براتون یا نه. ASM انباکس تکان خودم اول ببینم. کارو داری؟ آقا کارو داری یا چی؟ ببین خیلی خوشگله، واقعا زیباست. اینجا حیف الان نمیتونم برم بپوشم بیام، ولی خدایی خیلی قشنگه. آره خیلی دلنشینه، خیلی دوستش دارم. سایزم هم هست. دستتون درد نکنه، متشکرم. آیتم بعدیمون فکر میکنم آره فکر کنم حالت مثلا خوشبو کنندگی یا مثلا بوگیر اینا داره، چون آویز داره و ببینین یه بوی بسیار خوشایندی هم داره ازش میاد. من چیز دیگه ای نمیتونم استنباط کنم ازش. مثلا زیر ویپی، زیر لیوانی هست، زیر ویپی. آره بعدی اینم فکر کنم همونه. بو تمیزی میده، بو همون میده. اینم همونه، از اون آویزا داره و روش نشه ویپیکس. فکر کنم که حالا یه خوشبو کننده یا یه همچین چیزیه، چون بسیار بوی دلانگیزی میده. و آیتم بعدیمون 2 عدد بند داریم اینجا. اینا بندای مال چیزم بچه پادن. به بند چقدر خوش رنگن، چقدر دوستشون دارم. آهان اینجوری. آیتم آخرمونم چیزی نیست جز آقا این
مرچ اصلیش یک کلاکپ بسیار زیبنده با برند اسموک. بچه این شما دارین برعکس میبینم، از این بره اسموک. یک کلاکپ بسیار زیبا از برند اسموک. چقدر با خیلی خوش کوالیتیه. حالا از حق نگذاریم ولی شب کن عینکم بده. نکرم همه داداشیه، عشقای منی. ادیتور صفحه سیاه سفید، یه نویز بنداز روش، یه اسلو موشن کن، آهنگ سورنا. غرق تو تباهی معلق بی فردا، من نشستم پشت عرابه مرگم. از فردا جواب سلام کسی رو نمیدم. نیستیم تو کوالیتی مثلا. عشقای داداش. بچه این بسته رو سایت ویپ ایکس برای من ارسال کرده بود که هم لینک سایتشون و هم اینستاگرامشون توی دیسکریپشن ویدیو میتونین ببینید. دمشون هم گرم. تا آنباکس های دیگر و دیدار دیگر بدرود. من مدکتم. مرسی که ویدیو ما دیدین.